به نام خداوندی که زیبایی ها را آفرید. دانش آموزان عزیز سلام. امیدوار هستم که خوب و خوش و سر حال باشین. خوشحال هستم که یک جلسه دیگه هم در خدمت شما هستم. مثل همیشه کارخانگیتون انجام دادین؟ بسیار خوب. آیا کتابچه و قلمتون آماده کردین در کنارتون گذاشتین؟ آفرین. پس کتابای خودتان باز کنید. صفحه 11 کتابتان میبینید که عنوان درستان هست ترانه بهار. اگر با دقت به کتابایتان نگاه کنید شما یک تصویر میبینید و اگر با دقت به این تصویر نگاه کنید شما در تصویر چه چیزایی رو میبینید؟ کوه ها رو میبینید. این کوه ها چه قسمی هستند؟ سرسبز هستند. یک دریاچه بسیار زیبا که آب درش جریان داره و همچنین جنگل های انبوه و بیشمار رو میبینید. پس این شما رو به یاد چه چیزی میندازه؟ بله، این تصویر شما رو به یاد بهار میندازه. بهار با تمام زیبایی هاش و میدونین که بهار یکی از فصل هایی است که خداوند آفریده. یک سال به نظر شما چند فصل داره؟ آفرین. یک سال 4 فصل داره. در رابطه با همین موضوع برای شما یک داستان میگم. داستان ما در مورد طبیعت است و فرزندانش. طبیعت 4 فرزند داشت به نامهای بهار، تابستان، خزان و زمستان. تمام فرزندایش را به یک اندازه دوست داشت، اما به فرزندای خودش گفته بود که شما هر کدامتان 3 ماه باید حکومت کنین و وقتی که نوبتتان به پایان رسید نفر بعدی شروع به حکومت میکنه. اولین فرزند طبیعت بهار است که 3 ماه حکومت میکنه. در 3 ماه حمل، ثور و جوزا. همین که آخرین روز از ماه جوزا شروع میشه نوبت به حکومت کدام فرزند میرسه؟ تابستان. تابستان هم مثل بهار 3 ماه حکومت میکنه. در کدام ماها؟ سرطان، اسد و سنبله. بعد از اینکه نوبت حکومت تابستان به پایان میرسه نوبت میرسه به فصل خزان. خزان هم 3 ماه حکومت میکنه. میزان، عقرب و قوس. و آخرین روز ماه قوس نوبت میرسه به فصل زمستان. زمستان هم مثل دیگر برادران و خواهرانش 3 ماه حکومت میکنه. جدی، دلو و هود. اما آخرین روز ماه جدی که به پایان میرسه روز 2، 3، 4، 5 هم میگذره ولی خبری از بهار نمیشه. همه جا پوشیده از برف است و هوا خیلی سرد است. همه برادران و خواهران زمستان مقصر میدانن و میگن حتما تو بلای سر بهار آوردی که تا به حال دیر کرده و نیامده. زمستان هم افسرده و ناراحت است و به دنبال بهار همه جا میگرده تا اینکه بالاخره بعد از گذشت 2 هفته بهار را پیدا میکنه. میبینه بهار در غاری خوابش برده و کسی از او غار نگهبانی میکنه. بله، یک خرس بزرگ به خاطر که دوست داشته زمستان طولانی تر شود و اون مدت زیادتری بخوابه اجازه نمیداد بهار بیدار شود و به طبیعت برگرده. به همین دلیل زمستان با خرس صحبت میکنه و میگه باید نظام طبیعت به روال عادی خودش برگرده و بهار دوباره به طبیعت برگرده و حکومت خودش شروع کنه. همین که بهار به طبیعت برمیگرده و حکومت خودش را شروع میکنه یک دفعه گلها شکوفه میکنن، درختها سبز میشن، جویبارها جاری میشن و همه برفها آب میشن و طبیعت شادابی و سرسبزی را تجربه میکنن. این بود داستان طبیعت و فرزندانش. حالا درس امروز ما در رابطه با ترانه بهار است. ترانه‌ای که در رابطه با بهار سروده شده را با هم میخوانیم. صفحه 11 کتابایتان را باز کنید و به ترانه‌ای که براتون میخوانم گوش کنید. درس 6 صفحه 11 ترانه بهار. گردیده بهار و موسم کار، جانبخش شده نسیم گلزار، افشانده گهر به بوستان ابر، خندیده گل و شگفته ازهار. هنگام بهار و وقت بذر است، گردیده بتر زمین نمدار. دهقان جوان بیا به صحرا، با ماله و بیل و یوغ و اسپار. بالیده به مرغزار سبزه، گلهای قشنگ رسته بسیار.
چوپان بچه های چست و چالاک، با رمه خود روان و کوهسار. افسردگی رخت بسته از باغ، کس نیست در این حدیقه بیکار. دهقان جوان بیا به صحرا، با ماله و بیل و یو و اسفار. اولین لغت ما هست نسیم. نسیم یعنی باد ملایم. دومین لغت ما هست گوهر. گوهر به معنی دانه قیمتی یا دانه گرانبها. ازهار به معنی شکوفه ها. بذر یعنی تخم به معنی دانه. پنجمین لغت ما هست حدیقه. حدیقه به معنی باغ. ششمین لغت ما هست وتر، یعنی زمین نمدار، زمین آماده کشت. هفتمین لغت ما هست رسته. رسته یعنی بلند شده، یعنی صف بسته. مرغزار به معنی سبززار. و آخرین لغت ما هست افسرده به معنی پژمرده و اندوهگین. لغت ها رو درست یاد گرفتین؟ طریقه تلفظشون رو میتونین یاد گرفتین؟ بسیار خوب. کار خانگی شما برای روز آینده. برای روز آینده ما از شما میخوایم که این لغت ها رو حفظ کنین و در جمله های بسیار زیبا و مقبول استفاده کنین و به کار ببرین. هر یک از لغت ها را معنایش رو به کار نمیبرین، خود لغت را در جمله استفاده میکنین و جمله سازی میکنین. یک مرور کوتاه هم داشته باشیم بر درس ما. درس امروز ما در مورد ترانه بهار بود، طبیعت و 4 فصلی که داشت. شما میدونین که شاعر به خوبی تمام ویژگی ها و زیبایی های فصل بهار را در شعر برای ما به تصویر کشیده بود و نشان داده بود و کار خانگی که شما باید در خانه انجام بدین حفظ و جمله سازی لغت هاست. درس امروز ما در اینجا به پایان میرسد. تا درس دیگر و دیدار دوباره شما را به خدا میسپارم.